و بیننده های گرامی برنامه نگین هویت. برنامه امروز 33 سالگی شهادت روانشاد جاویدانیاد محمد طاهر بدخشی، شخصیت سیاسی و فرهنگی که 33 سال قبل از امروز به دست دشخیمان رژیم فاشیستی جام شهادت نوشید. یادش گرامی و روحش شاد باد. در این برنامه هرچند گوینده صلاحیت و توانایی سخن گفتن در باب آن فرزانه شهید، آن کسی که بار عظیم رسالت ملی و میهنی و انسانی خیش را با ریختن خون مبارکش ادا کرد، در حیطه توان و بیان من نیست. اما از آنجایی که مطابق روال پروگرام ما تلاش داریم که بر بیشترین بخش های تاریخ معاصر کشور تکیه کنیم که کمتر گفته شده و یا وارونه بیان شده، چون در دوران استبداد و با ویژه در نیم سده اخیر ما بزرگان و عزیزانی داشتیم که بنابر نبود شرایط مطبوعات آزاد انواع برچسب ها، اتهامات و حرف های ناجایزی در باب مایه فرزندان راستین وطن گفته شده. بنابراین معمول بنده در سرخط پروگرام های خیش ناگفته های تاریخ را بیشتر بازگو می کنم و تلاشم این است که هر آنچه در حیطه توان دارم در بیان حقیقت و بازگویی برهه‌های معین تاریخ و شخصیت‌های والای کشور رسالت و امانتداری را در پیش رو داشته معلومات ناب و معلومات دست اول خدمت هموطنان عزیز خود تقدیم بکنیم که البته ما بارها گفتیم ما به عنوان یک کسی که به مردم تعهد سپردیم که از ورای کارهای فرهنگی ناچیز خود بتانم خدمت به جامعه و به آینده کشور انجام بدم، چون تاریخ ما متاسفانه تاریخ استبداد زده و پر از غم و درد و اندوه است. از آن که امروز ما پای معرفی فرزند صدیق افغانستان، کسی که 40 سال قبل با قامت رسا، با وجدان پاک نظرات خود و برداشت‌های خود و طرح‌های خود در راه دفاع از کشور، آزادی کشور و بهروزی مردمان زحمتکش کشور بیان کرد، صادقانه بیان کرد، شجاعانه بیان کرد، بدون کم و کاست، بدون دیپلماسی، بدون دستور گرفتن از این و آنی. به گفته استاد گرانمایه باختری عزیز که گفت اگر از خود فرمان برد برای آن بود که بر او فرمان نرانند. در این بخش پروگرام باید یادآوری کنم که 3 سال قبل بنده نیز در تلویزیون نور در پروگرام چهره‌های آشنای جناب آقای مدنی نیز 30 سالگی روانشاد ارجمند به ابتکار خود
و فقط با کمک مالی یک جوان فرهیخته در سان فرانسیسکو که داودی ناخوان بود گرفتیم و هیچ کس و هیچ نهادی برای ما پیشنهادی یا کمکی یا سفارشی نکرده. و این بار هم ما بنابر ندای وجدانم این برنامه را به مسئولیت خود گرفتیم و چون دوستان، پیروان و رهروان زیادی روانشاد بدخشی بزرگوار داره، ما با پوزش از اونا که نمیشد، چون برنامه و پروگرام ما به قسم است که ما هر آنچه را که خود لازم میدانم و او را باید اجرا کنم، چون ناتوانی های وجود داره. افراد، اشخاصی که بیاین در برنامه بالای چشم اونا میتونن صحبت و نظرات خود داشته باشن، اما ما امی روال شکستاندیم که امروز میخوایم شخصیت والای روانشاد محمد طاهری بدخشی را از زبان دیگران، از لابلای اوراق و نوشته ها به بررسی و بیان بگیرم که امیدوار هستم اگر کمی و کوتاهی که در این برنامه میبینید مرا به بزرگواری ببخشین، چون هر چندی که به هر امکاناتی که باشه باز هم توانایی یک فرد است. ما آغاز صحبت خود با یک ربایی گونه ای از یکی از شاگردان صدیق روانشاد طاهری بدخشی، استاد شجاع خراسانی که فعلا استاد دانشگاه تعلیم و تربیه یا دانشگاه شهید برهان‌الدین ربانی هستند، با نوشته از یا که با شعر از یا که 20 سال قبل، 23 سال قبل در دهمین سالگرد شهادت آن روانشاد در کابل گفته بودن. آغاز میکنم. یک ذره امو ذره دنیای بدخشی، یک ذره امو ذره دنیای بدخشی، یک قطره از دریای گهرزای بدخشی، من خون شوم و سجده کنم خاک پلیگون، من خون شوم و سجده کنم خاک پلیگون، من عشق شوم بوسه زنم پای بدخشی. قبل از اینکه بریم به بیانی اندکی از بیوگرافی روانشاد بدخشی که البته در باب بدخشی زیاد صحبت‌های شده و 3 دهه اول در کابل کنفرانس بسیار بزرگی گرفته شد در تالار وزارت پلان که بیش از 1000 نفر در اشتراک داشت و ما برخی از گفتار بزرگایی که اونجا گفته شده و ها را بخواد به خوانش بگیرم. و بعدا 20 سالگی شهادت بدخشی بزرگوار در شهر دوشنبه تاجیکستان که در او هم ما افتخار زیر دارم که به عنوان اولین کسی که وقتی که در تاجیکستان به حیث مسئول انجمن پاسداران فرهنگی آریانا اجرای وظیفه میکردم، این فکر به کلیم خطور کرد که دریغ است که ما یادی از روانشاد بدخشی از 20 سالگردش نکنیم. همون بود که ما شخصا با استاد حق نظر نظروف، پروفسور استاد حق نظر نظروف که در اکادمی علوم تاجیکستان بودن این موضوع رو مطرح کردیم و اونا گفتن که ما این پروگرام از طرف خود میگیریم و اونها از جمله کسایی بودن که با روانشاد بدخشی از دوران بسیار سابق آشنایی داشتن و سجل سوانح روانشاد بدخشی را اونا برای ما دادن که ما فعلا نقلی از او دارم کاپیش که با خط خود روانشاد بدخشی نوشته شده. و بعدا دوستای دیگه ما وقتی که به طرف امریکا آمدم این مسئولیت دادم به دکتر صاحب نظر مرادی که شما این پروگرام سربراه کنید، که البته با سمگیری دوستانی بدخشی و
هواخواهان بدخشی و دانشمندان تاجیکستان، دانشمندان تراز اول تاجیکستان، واقعا یک محفل بسیار پرشانی بود و در او بخش ها و ابعاد مختلف زندگی بدخشی چی از جانب دانشمندان و پروفسورهای تاجیک و حقایق بسیار زیادی در او گفته شده بود که چگونه نظرات روسا در مورد بدخشی داشتن و اینا بدخشی را به عنوان یک آدمی که ناسیونالیست هست و گویا کمونیست نیست و با آسیای میانه این خطر داره و امثال این گپا تحویل نمی گرفتن، در حالی که دشمنای بدخشی و با ویژه عناصر فاشیست این برچسب می زدن که بدخشی با روسا ارتباطی داشت، از جایی که کل دنیا میدانه بدخشی یکی از نظراتشی بود که در پهلوی طرح مسئله ملی مسئله سیاست عدمی دنباله‌روی بود که او را از زبان بزرگوار باختری سپ که گفتن او را در بخش آخرین وخشور خود خواندم و فقط یک یادآوری میکنم با ارتباط همین گپ که در 30 سالگی شهادت روانشاد بدخشی که من از طرف خود در تلویزیون نور گرفتم و استاد بزرگوار حرفهای بسیار بکر و تازه‌ای در باب شخصیت ادبی، پهلوهای فرهنگی و ادبی روانشاد بدخشی گفتن که کاملا جدید بود و در آغازشان در آغاز مطلب اونا گفتار خود با این گپ شروع کردن که طرح علمی و فاقد تنگ نظری و تفوق طلبی بدخشی از مسئله ملی به نام او گره خورده و تأکید او بر سیاست پرهیز از دنباله‌روی کورکورانه در متن تاریخی روزگار ما از ارزش فراوان برخوردار است. این گپ استاد واصف باختری در رد او کسایی که به بدخشی اتهامات ناجوانمردانه زدند. ما در باب سوانح بزرگوار البته به صورت مختصر سوانحی را که توسط ضیاباری ترتیب شده و وقتی ما را با اصل بیوگرافی روانشاد بدخشی تطبیق دادم واقعا اینا از این نسخه گرفته بودن و شما دوستایی را میبینید که نوشته است که اگر یک فرد سرنوشتی دارد این خودش به خط خود روانشاد بدخشی هست و که با استنادی از این تاریخ تولد روانشاد بدخشی که بعضی ها بالای از او ایرادی داشتن و یا دقیق نمیشن، بنابراین سند دقیق ترین تاریخ تولد روانشاد بدخشی تاریخ 8 اقرب 1312 خورشیدی مطابق 1933 است. محمد طاهر بدخشی فرزند وکیل محمد زاکر روز دوشنبه 8 اقرب 1312 خورشیدی مطابق 1933 میلادی در یک خانواده منور و دانشپرور در ناحیت سوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان چشم به جهان گشود. از سن 6 سالگی تا 10 سالگی به عوض مکتب رسمی و دولتی شامل مدرسه اسلامی خرقه مبارک در زادگاهش گردید که البته باید یادآوری بکنم که در این زمان چون تمام درس ها به زبان پشتو تبدیل شده بود و واضح است که در اکثر ولایات در اکثر جاها مردم نتونستن به مکتب برن و اولادای خود از مکتب ها کشیدن که البته بعد از این دوباره دستاندرکاران وزارت معارف متوجه شدند که خبط بسیار بزرگ و اشتباه بزرگی مرتکب شدند، پس دوباره درس ها را در سرتاسر افغانستان به زبان فارسی برگردان کردند، تغییر دادند و مدت 4 سال هم در خانه نزد عمه و مادر بزرگش و هم در مدرسه آموزش های دینی را آموخت. با تغییر برنامه
مکتب به زبان پارسی که برای مدتی به زبان پشتو تدریس میشد در سال 1323 شامل مکتب ابتدایی گردید و تا صنف نهم دانش آموز ممتاز آن دبیرستان بود. از صنف هفتم به بعد یکی از همکاران قلمی روزنامه بدخشان شد. بعد از فراغت از صنف نهم دبیرستان جهت آموزش راهی کابل گردید. بعد از ختم صنف 12 از لیسه حبیبیه در سال 1336 شانس شمولیت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل را کمایی نمود که در سال دوم شعبه اقتصادی آن به دانشگاه مستقل تبدیل شد و بدخشی شامل آن گردید. که البته این قسمت ما صحبت تلفنی دیروز با جناب نظیر حباب یکی از دانشمندان کشور و دیپلمات ورزیده و سابقه دار کشور که رفیق و دوست و همسنفی و همسفر و همرکاب تمام دوره های تقریبا دوره های تحصیلی روان شد بدخشی، از دوران ابتدایی مکتب تا دانشگاه حقوق و اقتصاد که بعدا جدا شده بود. شبه از اینا با هم یک جای بودن و در یک اتاق و در یک جای زندگی میکنن که البته باز در جایش فرازی از گفته های از او را که دیروز با هم صحبت تلفنی داشتیم خدمت شما ارائه میکنم. در سال 1340 با اخذ دیپلم از آن دانشکده فارغ شد و بعد از سپری نمودن مدتی 1.5 سال خدمت عسکری به حیث عضو شعبه ریسرچ تا سال 1346 در دانشگاه کابل ایفای وظیفه نمود. بعدا در سال 1357 یعنی تا آخرین روزهای دستگیریش به حیث رئیس تالیف ترجمه در وزارت تعلیم و تربیت با کار و پیکار اجتماعی و سیاسی مشغول شد. در سال 1342 خورشیدی کمیته سرپرست 7 نفری را در کابل تشکیل شده بود. بدخشی یک از اعضای فعال آن بود و در 11 جدی 1343 اولین کنگره جمعیت دموکراتیک خلق را بار دیگر با دوستان در کابل تأسیس نمود. همچنین اینجا نگاشته شده که مظاهره 3 اقرب هم جناب روانشاد بدخشی بزرگوار به عهده داشتند که عظیم شعبال هم در دومین سالگرد تایید کرده و بعد از انشاء به جناح خلق و پرچم بدخشی بزرگوار با جناح خلق که اکثر مطلقشان از برادرای پشتون بودند در کنار برادرای پشتون خود ماند و با پرچم نپیوست که خود نشانگری از این هست که بدخشی عشق آتشینی به خلقهای مظلوم و بیچاره پشتون ما نیز داشتند. و بعدا به خاطر حضور عناصر مشکوک و بیگانه در کادر رهبری حزب در سال 1347 از فرکسیون خلق جدا گردید با امید اینکه شاید با زودی فرکسیون‌های جدا شده از جمعیت دموکراتیک خلق دوباره اتحاد نموده و تشکیل وسیع‌تری را از جمع شخصیت‌های ملی و وطنپرست ایجاد نماید. که البته پیش از اینکه با کابل به روانشاد بدخشی و به فعالیت‌های سیاسی دست بزنن، بدخشی به عنوان شخصیت کثیر سطوح، شخصیتی که از فرهنگ و تصوف و مسائل اسلامی آغاز کردن، با تحقیقات در عرصه های مختلف گام به گام اندیشه های بدخشی شکل و قوام گرفت و خوب است که یک مختصر یک مقدار آزاد و بدون قید و تشریفات عبوری بکنیم، گذری بکنیم به زندگی شخصیت روانشاد بدخشی. از بیشتر یاد کردم از گفته های دیگران که البته من تلاش دارم که بیشتر از اینکه خودم صحبت کنم و چون در 30 سالگی شهادت بدخشی ما افکار بدخشی و طرحهای بدخشی را که امروز شخصیتی بدخشی تکوین پیدا کرد
و امروز شخصیت جاویدانه شد با طرح‌های ابتکاریش بود که از اون جمله که صریح و شجاعانه در زمانش او را بیان کرد که عبارت از حل دموکراتیک و اصولی و علمی که به گفته استاد بزرگوار جناب واصف باختری که طرح بدون تعصب و تنگ نظری و برتربینی که هم یک تعریف جامع هست که این مطرح کرد که البته در اون زمان یا 40 سال پیش این وزنه را نداشت جامعه ما که این را هضم و تحلیل بکنه، ولی با دریغ و تاسف که حوادث خونین 3 دهه جنگ های قومی، به اقتدار رسیدن گروه فاشیستی جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کودتای ثور که سرآغاز جنایات بود در کشور ما و بعداً دوران مجاهدین، جنگ هایی که در داخل شهر کابل و در کشور شد که مصائبی از این همه بیننده های عزیز به خاطر دارن و یکی از سیاترین دوره های تاریخ کشور ما این جنگ های قومی درد شده و از او بدتر و سیاتر دوران 5 سال حاکمیت جابرانه طالبان، این عناصری که سیاندیشی که فارغ از هر گونه معیارهای انسانی چی عذاب و جنایاتی را در دوره متحمل شدن و امروز هم دارن با اعمال سیاه و ننگینشان ادامه میدن. اینها هشدارهایی بود که روانشاد بدخشی 40 سال پیش داهیانه صادقانه با محضری همه پیشکش کرد و هشدار داد که چنین جنایات فاجعه‌ای در جامعه ما با وقوع پیوستن هست و اگر چاره‌ای بر از این ناندیشیم و اگر سر حل این مسائل ما کار نکنیم جامعه به طرف فاجعه میره. که البته باز در گفتار جناب استاد واصف باختری، شخصیت بزرگ فرهنگی کشور و دانشمند بی‌بدیل کشور که در نامه جاویدانه ایشان که با ادبیات بسیار نازنین و بزرگ که در باب بدخشی به نام آخرین وقت شروع نشده کرده، در او همه ابعاد زندگی بدخشی را اگر دوستا دقیق شوند او همه جوانی رو بیان کرده و جای سوالی باقی نخواهد ماند. از دوران مکتب یا دبیرستان، دوره ابتدایی و متوسطه بدخشی شروع کردیم و ما صحبتی که دیروز با جناب محمد نظیر و حباب دوستی نزدیک و همسنفی روانشاد بدخشی در مکتبی که در وقت به نام لیسه شامامون غازیات میشد و همچنین اینا به حبیبیه آمدن و بعدا به دانشگاه رفتن و ضمناً مدتی با هم در یک اتاق در یک جای زندگی میکردن. یعنی به اصطلاح یار غار بودن و دوست و یاری نزدیک و هم تبار هم بودن. ما وقتی که صحبت میکردم تقریبا حدود 2 ساعت ما با جناب نظیر حباب صحبت تلفنی داشتیم و اونا آنقدر با یک جذبه و با یک سوز و گداز خاطرات گذشته خودم بیان میکردن که اشک از چشمای آدم جاری میشد و روانشاد بدخشی را از دیدگاهی از او ما چند به خاطر ضیقی وقت یک قسمتی از حرفای از او را به شما شریک می‌سازم در میان میگذارم که جناب نظیر حباب گفتن که روانشاد بدخشی ما با هم یک جایی به مکتب شامل شدیم و هم صنفی بودیم، هم کلاسی بودیم. بدخشی همیشه یک شاگرد ممتاز، یک سرگردان از همه بالا بود و او دست به ابتکاراتی میزد. در همون زمان جراید دیواری در مکتب پخش میشد و اینا نگارندگی از او را داشتن. با روزنامه بدخشان
همکاری قلمی داشتن و با اون سن خود در کنفرانس ها اشتراک میکردن و با قول جناب نظیر حباب بدخشی در اون زمان، یعنی در اون زمانی که بسیار کتاب کم بود و کتابخوان کم بود، بدخشی حدود 600 جلد کتاب، یک کتابخانه کوچکی داشت و همه کس از او استفاده میکرد و جناب نظیر حباب همچنین از قبلگاه بنده ضیاءالدین حافظی از او یادآوری کردن که او چون انسان با درد و فرهنگی بود، همیشه توان امکانات اقتصادی داشت، از کابل کتاب ها و مجلات ایرانی و همه چیز می آورد و سخاوتمندانه به اختیار ما میگذاشت که ما هم از او استفاده میکردیم دیگه. و از خاطرات جالب شونی بود که گفتن وقتی که ما صنف نور خلاص کردیم با اسب مدت 5 روز اینا تا طالقان میان و از طالقان باز بعدا اونا به طرف کابل میان، که خاطرات خودی دوران راه های صعب العبوری که بدخشان داشت و مشکلاتی که مردم داشت. این دیده میشه که این دو فرزانه چقدر با آموزش علم آتشی داشتن و اینا با چی مشکلاتی آمدن و با لیسه حبیبیه شامل شدن، که شامل شدن خود از با لیسه حبیبیه یک پروسه خیلی طولانی بوده که اینا را قبول نمیکردن، بالاخره وسیله و وسیله داخل میشن و بدخشی همچنان در یادداشت‌های 12گانه خود یادداشت فرمودن که اینا تلاش داشتن چون از بدخشان بودن، از راه‌های دور و امکاناتی محدودی داشتن که اینا باید به لیلیه شامل شوند، اما هر چقدر تلاش میکنن حتی تا سطح پوپل وزیر معارف وقت مراجعه میکنن، اما او آدم ابا میورزیده از پذیرش از یا به لیلیه. اما از اون جایی که اینا عشق و علاقه داشتن به تحصیل، بالاخره جناب سید قاسم خان برادر جناب یمگی، اونا اتاقی در کارخانه کافروشی کابل به اختیار ازیا میگذاره و اینا بسیار با مشقات و مشکلات دست از درس و تعلیم و تحصیل بر نمیدارن. و وقتی که جناب نظیر حباب گفت که ما به حبیبیه که شامل شدیم، بسیار بدخشی حراس داشت، گفت که ما در بدخشان انگلیسی و ریاضی به وسعت نخونده بودیم، چطور ما اینجا خود کردیم، ولی وقتی که به حبیبیه شامل شدیم گفتیم دیدیم که دانش آموزای لیسه حبیبی هم به اصطلاح سطح و سویه زیادتری نداشتن، حتی در سطح ما بودن، که نشان میده که بله اتاقی که اینا دادن به نام سید قاسم خان بدخشی از جرم بودن، برادر شاه عبدالله خان یمگی در کافروشی و اینا مدت زیادی هم اونجا زندگی میکردن با دادن درس‌های خانگی و تا صبح بیدار نشستن و درس خواندن زندگی رو به سر بردن. که البته باز در بخش‌های دیگه ما نوشته هایی داریم از دیگران که بدخشی در این دوران چطور با جناب دهقان کابلی آشنا میشن، با شخصیت های بسیار بزرگ دیگه، با حافظ نور محمد کاغدایی، با تمام شخصیت هایی که مطرح هستند در سیاست و عرفان و فرهنگ. بدخشی در 12 جلد خاطراتش که ما هم یک دورانی که دهه سالگردشان برگزار میشد با چند جلد از این برخورد کردم و در اونجا واقعا چیزایی یافتم که کاملا استثنایی بود. بدخشی بزرگوار همیشه با هر کسی که میرفتن صحبت میکردن، اما فراز صحبتهای خود و چیزایی که اونا آموختن، چیزایی را که اینا تلقیح کردن و آموزاندن، اینا را با یک جنبندی در اون کتاب خود، در یادداشت‌های خود در 12 جلد هست، اینا ثبت کردن. و
بیجا نیست که در اینجا راستی یک چیزی یادم رفت که وقتی که اینا در دوران مکتب در فیض آباد بودن، دورانی که جناب زیاباری جوان نازنینی که اونا تلاش دارن یک آثار بدخشی را جمع آوری بکنن و خود پیوند خانوادگی هم با روانشاد محمد طاهری بدخشی دارن، اونا تپ تلاشایی کردن و واقعا در امی یادداشتایی که اگر فرد سرگذشته داشته باشد، خود روانشاد بدخشی هم از آبادخان میهن یاد میکنه که با تاسف در کشور ما حوادث و جریان ها و محافل روشنفکری که در گوشه و کنار افغانستان به وجود آمده بوده، البته چون در اون دوران مسائل اختناق و استخبارات فعالیت های زیادی میکرده، البته مکتوم مانده جایی یاد نشده، ولی این کار بزرگ جناب باری انجام دادن که اینا در سایت خاوران به نام آبادخواهان میهن اینا نوشته کردن که من او را پیشروی خود دارم، البته اجازیات مقدمه واقعا درست نوشته کردن، دقیق که اوضاع را تشریح کردن که اوضاع داخلی کشور و خارجی کشور چه حالتی داشت و زیر تاثیر چی حوادث بعد از جنگ عمومی دوم و استقلال یک تعداد از کشورهای نو با وجود آمدن بلاک سوسیالیستی در کنار کشور و طرف دیگه جنبش‌های آزادی بخش که در قاره هند به وجود میاد و فعالیت‌های سیاسی و سربرآوردن شخصیت‌های بسیار بزرگی در عرصه بین‌المللی که مثلا جمال عبدالناصر و شخصیت‌های دیگه‌ای که مثلا دکتر مصدق بنیادگرای ملی گرایی که نفت در افغانستان در ایران اینا ملی ساختن و انقلاباتی در الجزایر و همچنین در جاهای دیگه که صورت گرفت، اینا از یک جنبندی کردن که انقلاب ویتنام در وقت و انقلاب چین و الجزایر و این مسائل در مجموع این وضع جهان اینا یک تحلیل کردن و از این نتیجه گرفتن که این در افغانستان هم به تاثیر نبود، به اساس اعظمی در بدخشان که بدخشان واقعا یک سرزمینی بوده که همیشه با سیاست و با فرهنگ سرنوشت مردم گره خورده و اینا از آبادخان میهن گفتن با اتکا با نوشته روانشاد بدخشی و نوشته هایی که خود قبلگاه زیاباری، عبدالرؤوف خان اوترنچی اینا که گرداندگی امی آبادخان میهن میکردن و روانشاد بدخشی خردترین عضوی از این کمیته بودن که اونا با نوشته از او سازمان آبادخان میهن شخصیت هایی که در این حلقه حضور داشتند عبارت بودند از ضیاءالدین حافظی، عبدالرؤوف اوترنچی ضیازاده، عبدالعزیز کوشانی، حاجی شمس‌الدین زکی، عبدالرحیم زرگر، عبدالغفور سوزن و جوانترین آن جمع محمد طاهری بدخشی بود که 18 سال داشت. این شخصیت‌های ملی فرهنگی اولین کسانی بودند که هسته مرکزی کمیته کاری سازمان آبادخان میهن را رهبری می‌کردند. ریاست آن را عبدالرؤوف خان ضیازاده به عهده گرفته بود. چندی بعد عده دیگر از شخصیت‌های ملی فرهنگی آن منطقه از قبیل محمد هاشم خان واسوخت، الحاج مصطفی، صوفی عبدالرشید خان بهارستانی، عبدالمجید سلام، محمد زاکر واسوخت برادر محمد هاشم واسوخت و الحاج مصطفی اینا به آبادخان میهن پیوستند و اینا نوشته کردند که جوانان در جریان تحصیل با استادان دانش آموزان دیگر اندیش و تجددها در مرکز آشنا شده و چیزهای را از آنها آموختند و چون زیاد است من کوشش میکنم که بسیار فشرده بسازم و همچنین باید اذعان بکنم که متاسفانه بنابر کمبودی وقت
ما همه یادداشت‌ها که تهیه کردیم، مجال از این نیافتم که یک بار پیش از اینکه به برنامه تقدیم بکنم مروری بکنم که البته دوستان مرا خود بخشیدن. که اینجا اینا از سید عبدالکریم حسینی مشهور به قاری صاحب میآید گفتن، از سید عبدالله زمینی، مغموم دروازی، شاه عبدالله یمگی بدخشی، سید محمد دیقان، وکیل جبار، عاشق دین و اینا در مجموع شخصیتایی بودند که شخصیتای معروفی در بدخشان که تاثیرگذار بودند. و این آبادخانه میهن واقعا در دوران خودشان اینا یک کمیته بودند که از طریق صحبت ها و ارائه مقالات در روزنامه بدخشان بر ضد نظام فیودالی وقت، بر ضد مناسبات منحطی روابط فیودالی که در ولایت وجود داشت و در سطح کشور وجود داشت، اینا خدمات بسیار بزرگی را انجام دادن که باید تاریخ ثبت شود و گفته شود که این افراد و اشخاص در اونجا نقش بسیار اساسی را داشتند. و در فرجام اینا میگن که یک نکته را باید خاطرنشان کرد که نقش سازمان آبادخانه میهن در تحولات سیاسی و فرهنگی نسل‌های آینده از اهمیت خاصی برخوردار است و محتوای سنگبنای نهضت روشنفکری در مبارزه با بیسوادی و بی‌عدالتی، فقر و مریضی پیش زمینه‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی نهضت روشنگری نسل‌های بعدی را بنیاد نمود. خب به هر حال چون مجال یک ذره اندک است نمیتونیم همه صحبت‌ها را ادامه بدیم، فقط جسته و گریخته میاییم به روال عادی برنامه. که فرازهای صحبت‌های جناب دزیر حباب شنیدیم و همچنین سری آبادخانه میهن صحبت‌های داشتیم و البته زیاد مطالب گفته شده در باب از این که روانشاد بدخشی بعد از اینکه به کابل آمدن و یادم رفت که از دنباله نقل قولای از نظیر حباب بکنم که اونا حتی در دورانی که کورس احتیاط هم میگذشتندن خاطراتی داشتن و از جمله مثلا شبها گفتن بدخشی میششتن و مطالعه میکردن تا روز و می نوشتن که یکی از عسکرها با صاحب منصبی رفته گفته که آدم تمام شب چی است بیدار است و این نوشته میکنه، حتی امیرم یک عیب و یک چی بود. ما میخوایم در این قسمت یادآوری بکنم که و گفتیم هم که پیش از این که بدخشی خودش به عنوان یک سیاست مدار بزرگ وارد عرصه سیاست شود و طرح و راه و سازمان خود را بکنه، مدتی بعد از جدایی از جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان محفل به نام محفل انتظار این بنیاد گذاشت. شاید سوالای مطرح شد که این محفل انتظار یعنی چی؟ بدخشی با عنوان یک آدمی صاحب نظر، یک آدمی که خودش در تأسیس جمعیت دموکراتیک نقش اساسی داشت، گرداننده بود و انسان فعال و زیرک و هوشیار بود، ولی بدخشی از اون جایی که امو شخصیت بزرگی از این اجازه نمیداد که فقط همه چیز در ورای اندیشه خود ذهنی گرایانه عمل بکنه. این محفل انتظار دعوت میکنه و نقل قول از کسایی که در محفل انتظار بودن. بدخشی همون شعر معروف میگه که اگر من نسوزم، اگر من نسوزم، اگر تو نسوزی، اگر ما نسوزیم، کدام شمع آخر روشنایی بخشد این کاشانه را. با این شروع میکنن و بیان میکنن اندیشه های برداشت های خود از جامعه و وضع بین‌المللی و حالاتی که در کشور هست
بالاخره به دوستا اشاره میکنه که ما منتظر میمونیم ببینیم که چگونه میشه که تمام دستاندرکاران سیاست و احزاب و گروه ها و دسته ها و حلقاتی که هستن اینا با هم چه قسم باید وحدت بکنن، در یک وحدتی بسر برن. این منتظر باید شرایط باشیم ببینیم و با همه باید در یک صف واحد متحد کار بکنیم. اما متاسفانه این انتظار بسیار به درازا میکشه و بدخشی در اون وقت برای یک تعداد اعضای کمیته وظیفه میتن که هر کس در هر بخشی مطالعات و تحقیقات و ریسرچ انجام بدن که او کار صورت میگیره و بعد از تقریبا 10 سال اینا در سال 1351 در کنفرانس اگر غلط نکنم تخار است که اینا 10 راهنموده به کنفرانس میتن و در اون کنفرانس شخصیت های غیر از اواخوها و دوستدارای بدخشی شخصیت های دیگه هم در این محفل اشتراک کرده بودن که از اون جمله اگر حافظم غلط نکنه مجید کلکانی و یک شخصیت وارسته و انقلابی دیگه هم در نشست از اینا به عنوان یک دوست و مهمان اشتراک داشتن که در باب اندیشه های بدخشی و شخصیتی بدخشی البته کار شده و هنوز هم باید کار شده و من لازم میدونم که در این بخش پیش از اینکه گپای ما به اصطلاح به هر طرف بره و نتونم یک به صورت درست و اساسی ادای مطلب بکنم شروع میکنم از یادآوری از دورانی که بدخشی با همه امو بزرگواری که داشتن بعد از 7 ثور اینا دستگیر میشن و به زندان میفتن و سرانجام جام شهادت می نوشن. در پهلوی ابعاد دیگه شخصیت بدخشی که گفته شده که بدخشی یک شخصیت کثیر السطوح بوده، یعنی ابعاد شخصیت بدخشی پهلوهای مختلفی داشته. از اون جمله یک موضوعی که من میخوایم زیاد اشاره بکنم در این برنامه این هست که بدخشی در پهلوی ازی که تهمتم و جوان و عیار و انسان وارسته بوده که از تصوف و از اخلاق بزرگا از شیوه و کوروایی عیارای خراسان درسای گرفته بوده و از تعالیم عرفانی و اسلامی ما و بعد باز معلوماتی از آثار مترقی و اندیشه ها و جنبش هایی که در جهان با وجود آمده بود از اینا توشه و خوشه گرفتن. اما در پهلوی همه ایها بدخشی وقتی که موضوع ملی را مطرح میکنه میدونه که بسیار زیاد یک سنگ وزبین است، بسیار زیاد، و خودش بارهایی را میگه که این قسم انقلاب شدن بسیار مشکل است. اینجا کشتن داره و بعضی کسایی که انتقاد کردن که بدخشی باید میگرفت یک طرف خود نمیگذاشت که به زندان بره و به شهادت برسه، ولی با همه این گپا که بدخشی زندان ها را دیده بود و شکنجه ها را، اما هیچ حراسی نداشت. این منظور من است که یکی از ویژگی های دیگه بدخشی هست که این انسانی بود چیزی که به او باور داشت تا پای جان در امو اندیشه و اعتقاد خود باقی ماند. ما از دمی لحظه به یادم آمد که وقتی که روان شد بدخشی در دوران سردار محمد داود خان به مدت 18 ماه زندان دیمزن کوته قلفی بودن و که البته او در ارتباط با حادثه‌ای که در درواز قیامی که در درواز برابری شخصیت معروف و بزرگ دیگه راهی اندیشه بدخشی جناب مولانا بهرالدین بایی صورت گرفته بود. بدخشی در ارتباط با او همراه با محمد بشیر بغلانی و محمد اسحاق پاوه از هرات اینا در کابل دستگیر شدند. پس از 18 ماه شکنجه های فراوان بالاخره با استدلال کوبنده و منطقی اینا پس از 18 ماه برات میگیرن و آزاد میشن.
من شخصا در اون وقت در بلاک 18 رفتم به دیدن از اینا که اونجا خدا غریق رحمت بداره عبدالحمیدی موزون که لاغرم تخلص میکرد، یکی از افسرهای پلیس بود که او خودش متاسفانه دوران امین به شهادت رسید. او هم اونجا بود و قصه سر دوران شکنجه که پلیس داود خان از روانشاد بدخشی میکرد و پس از شکنجه های زیاد بالاخره او پا به گلوی روانشاد بدخشی میگذاره و با یک تعصبی میگه که ملت های محروم میگفتی در افغانستان کجاستن مردم های محروم و زحمتکش که تو را نجات بدن. و همچنین در دوره های دیگه هم بدخشی با زندان و با کوتقلفی و با ایگپا خوب گرفته بود، چون آمادگی روانی داشت همیشه که اندیشه را که انتخاب کرده این اندیشه است که واقعا سعادت و خوشبختی به مردم بار میاره. اگر در راه این اندیشه کشتم شود راه را میگشاید برای نسل‌های بعدی که راه را ادامه بدن. بدخشی بارها میگفتیرم که این مسئله یک حکم جبر زمان و تاریخ است، اگر ما نکنیم کسی دیگه میکنه. ما یادآوری را به خاطر ازی میکنم که بعضی دوستایی هستن که گلایه دارن که بدخشی به هر شکلی می بود باید فرار میکرد میرفت، یا همون وقتی که باعث سفیر ایران مقرر شده بود باید میرفت و پس نمی اومد. اما ما خب الحکم لله هر که شهادت نصیبشان بوده، ولی ما تا جایی که شناخته که به عنوان یک کسی که از خوردی روانشاد بدخشی دوست پدرم بوده، ما روابط تنگاتنگ داشتم با روانشاد بدخشی. ما میره درک میکنم که بدخشی فقط به خاطر ازی که بتونه به هر شکلی باشه در راه نجات مردم سهمی داشته باشه و نقشی داشته باشه، این حاضر شد به همین تقدیر تن بده. و باید علاوه بکنم امروز هم که راستی بدخشی وابسته به بدخشان نیست، بدخشی حتی وابسته به افغانستان نیست، بدخشی طرح بدخشی در مورد مسئله ملی امروز در قاره ما در منطقه مطرح است. بدخشی واقعا این طرح به همین شکل مطرح کرده بود. امروز ما در ایران میبینیم که همین جنبش ها اوج گرفته و در اونجا ملت فارس ملت حاکم است. شما میبینید که امیل از جنبش های آذربایجان، کردستان که سابق بود، بلوچستان و اینها در حال شور مشور هستند که اگر واقعا دولت هایی که در ایران بر سر اقتدار هستند اگر راه چاره راه حل این حداقل برای اقلیت های ملی خودمختاری و آزادی های فرهنگی و سیاسی نتن ناگزیر هویت های دیگر نمیتونن تحت یک هویت بیارن. یا در پاکستان میلازه جنبش بلوچ، واقعا بلوچستان با اوغانایی که میبینیم امروز محکوم هستن و آزادی خود میخواین، حق خود میخواین، که البته این به معنای نیست که طرح بدخشی به معنای آزادی یا تجزیه منطقه یا کشورها باشه، ولی بدخشی همیشه مطرح کرده که باید برادری و برابری باشه. واقعا در خانواده هم که برادری و برابری نباشه شیرازه از او میسه. از شکنجه یادآوری کردیم که واقعا بدخشی مردی بوده که یک فولادی آبدیده بوده که ما یک نقل قولی بسیار تازه و جالب دارم از جناب پروفسور جیلانی یفتلی که اونا استاد دانشگاه کابل بودن در وقت سابق و فعلا در اریزونا زندگی میکنن. اونا با ما موضوع یادآوری کردن که گفتن از او واقعا یک چیزی جالب و شنیدنی هست که اگر هرچندی که زیاد تعلم آور است و دردناک است، اما چون یک واقعیت است که از زبان دو
شخصیت بزرگ کشور ما گفته شده. جناب جیلانی یفتلی بر ما بارها گفته بودن و دیروز صحبت تلفنی که با ایشان داشتیم این مسئله باز پرسان کردم، تاکید کردم و که اونا گفته بودن در دوران امین وقتی که بندی‌ها زندانی‌ها در صدارت شکنجه می شدن، باز اونا بعداً با جریان تحقیقات باز به محبس انتقال داده می شدن. در همین دوران مولانا عبدالهادی مقتدی فرخاری، فکر میکنم بسیاری کسا با نامشون آشنایی دارن و اینا سکرتر اعلیحضرت ظاهر شاه بودن و مشاور عدلیشان در اون وقت، و همچنان محمد علم خان چاوی که یک شخصیت متنفذ و با نفوذ و بزرگی از منطقه بودن. این دو تا با استاد جیلانی قصه کردن که وقتی که ما را از صدارت به پلچرخی انتقال میدادن، در موتری که ما را انتقال میدادن، ما با بندی سر خوردیم که او سر و پا و بدنش همش خونالود بود و رو گونه ها و چشمای از اون متورم شده بود. وقتی خوب متوجه شدیم دیدیم که روانشناس بدخشی هست و در اون حالتی تقریبا نیم جانی که قرار داشت، ما با او صحبت کردیم و او کاملا از درد می نالید و این بیانگری امو گپی تازه ای نیست. واقعا امین به عنوان دشمن سرسخت بدخشی تلاش میکرد که او را باید به هر شکل شوه از او به اصطلاح یک توبه‌نامه‌ای بگیره یا اعترافاتی بگیره، مثل از دیگر ها بگیره. و ما خودم به یاد دارم که کسی از یکی از وزرای اون وقت که محمد منصور هاشمی بود، وزیر آبرق، وقتی پیش از او رفته بوده، این البته باید بگویم که استاد غنی فکرت که استاد ما بود، اونا قصه کردن که وقتی که من رفتم به دیدن محمد منصور هاشمی وزیر آبرق، او با گفتن از که شما برین یا نامتون مرگ بانین یا از افغانستان برین و خبری خوب و خوش دیگه براتون دارم که امشب یا فردا شب اعترافات طاهری بدخشی در تلویزیون ظاهر میشه. که نشانگری از این بوده که واقعا امی تایید میکنه ایگه که اینا فشار وارد میکردن که تایی روانشناس بدخشی حاضر شود و شهادت بده که ما طرحهایی را که کردیم طرحها درست و چی نبود. به هم حال ما هنوز به اصطلاح به اصل موضوع هنوز هم نرسیدیم، حرفایی ماندن. ما فکر میکنم که دوستی در لاین هستن برای یک صدایشان در زمین نمونه. بله بله ما معذرت میخوایم اگر یک نیم ساعت بعد زنگ بزنین. ما برنامه هنوزم گفتار دیگران در باب روانشناس بدخشی هنوز ادامه داره. بسیار مرا ببخشید، معذرت بخوایم. شما برنامه را میبینین؟ بله. خب من منتظر تلفنتان بعدا هستم. ما میگم که تلفن ها را میگیرم، اما وقت باز بر ما دوستا زنگ بزنن. ممنون شما. خداحافظ شما. این نشانگری از این بود که در کشور ما متاسفانه چه شخصیت های بزرگی با چه شکل وحشیانه اینا به قتلگاه ها فرستاده شدن و ناجوان مردانه به شهادت رسیدن که هر کدامی از اینا گوهر و گنج پر ارزشی بودن که پس دوباره بازیافتن از یا خیلی دشوار است. در دهمین سالگرد شهادت روانشناس بدخشی، چون انبوهی مطالب دارم و وقتم کم است و دوستان شاید حرفایی داشته باشن، ما بسیار خلاص کوتاه میخوایم که 10 سالگی شهادت بدخشی در کابل
که من همونجا حضور داشتم و حرفای بسیار خوبی گفته شد. محفل تقریبا یک محفل عزاداری بود در پهلوی که یک محفل تحقیقی بوده باشه و در اونجا ما میخوایم که امی اصل یا لباب سخنرانی هایی که در اونجا شده من باید بیان بکنم. این یادنامه امی مقالاتی که در بود 10 سالگی شهادت بدخشی در چاپ شده بود در کابل برگزار شده بود، در یک مجموعه چاپ شده به نام 10 سالگی شهادت بدخشی که در سایت آریایی هم وجود داره. در این 10 سالگی شهادت بدخشی که برای اولین بار یک شخصیت مغضوب دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان او مجال می‌یافته که برگزار شود، تجلیل شود و در حضوری هم کادرهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در اونجا هم اونا اکثریت حضور داشتن، بسط معاون صدر اعظم و اینا و حتی یک تعداد اعضای امو حزب که اعضای برجسته و حزب بودند خودشان اعترافاتی داشتند که واقعا در مورد شناخت بدخشی و طرح مسئله ملی اونا قاصر بودن از فهمی از او. در این کتاب البته یک گفتار محتمیم کتاب داره که حسن جان رستاقی است و گرداننده از حسن جان رستاقی شهید خدا غریق رحمت بسازه. بیانیه اساسی توسط مولای کوشانی گفته شده، بیانیه عبدالکریم میثاق است، یادنامه یک شهید از ظهوری است، بیانیه محمد صدیق روحی و واقعا بیانیه محمد صدیق روحی که یکی از چهره‌های بسیار سرشناس کشور و اکادمیسیان بودن، اینا در اونجا به زبان پشتو صحبتی داشتن و در بخشش ما نقل قول خود بکنم از گفتار از او دیگه. در سوگ آن شهید از رازق روحی یک شعر خوانده شده. خوشه انگور بیت‌های مثنوی یک داستانگونه است که رهنورد زریاب و خوری خود یا اولی شناخت خود با روان بدخشی در این بیان کرده. تلختر از سکوت شعر از شجاع خراسانی، بدخشی شخصیتی چند بودی فرهنگ، صاحب نظر مرادی، شعر میر بهادر واصفی، تو جاویدانه شدی عبدالعلی کوهی استاد دانشگاه کابل و تاریخ گواهی میداد از استاد محب بارش استاد دانشگاه کابل، کمیل اعظم استاد دانشگاه کابل هستند. بدخشی سیمای برجسته نهضت روشنفکران کشور ماست استاد سیف الدین جیهون. اندوه یک قلب گداخته از صبورالله سیاسنگ که فعلا در کانادا زندگی میکنن، اینا هم از شعرا از آدمای شخصیت‌های مطرح کشور هستند. مقاله سید عبدالله خراسانی، پرواز بلند از ظهوری، مقاله انجینر بسم الله، همیشه زنده از عظیم شهبال، در راه عاشقی از غلام سخی غیرت، سپیددم، از کام شب شمس علی شمس، آخرین وخشور از استاد واصف باختری و بدخشی کی بود جهانگل زمیری، دیراشنای من رحمت بیژنپور، ضیافت خون عبدالله فرامرز. این بود محتویات این کتابی که یا صحبتایی که در این محفل صورت گرفته. ما به اجازه شما صحبتی را که استاد واصف باختری در این محفل انجام دادن که جامع‌ترین و کاملترین نوشته در پیرامون شخصیت بدخشی میدانم که استاد واصف باختری یک شخصیت شناخته شده و مورد قبول همه مردم افغانستان و حتی منطقه هستند. در اون محفل از استاد واصف باختری خواهش میشه که شما امو نوشته ای را که در مورد بدخشی نوشتین ای را به خوانش بگیرن و این آخرین وخشور نوشته است که وقتی که استاد واصف باختری بعد از 6 جدی از زندان رها میشن، در وقتی که اطلاع پیدا میکنن که روان شد بدخشی شهید شده و در جمله آزادگان نیست، اینا این نوشته را اول لحظه می نویسن و بعضی دوستا را کاپی گرفته بودن. استاد واصف باختری سخنان خود با این
سروده شروع کردن که های فقر آلودگان آن گنج بادآورد کو، های فقر آلودگان آن گنج بادآورد کو، آن سپهدار آن یلی گردن فراز آن مرد کو، آن که شبهای سترون را به خاکستر نشاند، آن که پیغامی بلوغ عشق می آورد کو، با زبانی بی زبانی داستان پرداز بود، آن نگاهانی نجیب آن چشم غم پرورد کو، ای کدام این دست ناپیدا ز پا افکندیش، کو چنان درد آشنای دیگر ای بی درد کو، دفتری سرخ شهادت را دلارا شاه بیت، آن بسوزی سینه در دیوان هستی فرد کو، و آخرین وخشور بدین گونه آغاز بشود. گیسوان سپید تاریخ، بانگ زنگهای اشتران کاروان حله و ریگستانهای تشنه راه ابریشم را به گواهی فرا می‌خوانم که از آن روزگاران که چراغ زندگی سخنسالار زبان ما فردوسی به خاموشی گرایید، و از آن هنگام که حجت آرمانگرای جزیره خراسان از بیره‌های ساحل طلایی آمو رهسپار یمگان شد، تا سال چند پیش از این هیچ گوش را یارای آن نبود که آوای رویش گیاهان پرتحرک فاتح آغشته. بسیار معذرت میخوایم. بله بله بله. سلام علیکم استاد. ممنون شما. ما امنی آخرین وقت شوره نوشته استاد واصف باختری خلاص کنم، باز از شما میشنویم. دلین جناب پروفسور عنایت الله شهرانی هستند که اینا هم از دوستان نزدیک روانشاد بدخشی هستند و خاطراتی دارن از او بزرگوار. اینا لطف کردن و میخواین که در باب زندگی نامه بدخشی حرفایی بگوین. استاد قند من میره خلاص کنم، اجازه است یا امی تلفن تو نخواهی برای ما بتین؟ در اینجا نشان نمیده. 812 بله 337 86 0 1 812 337 86 0 1. من بعد از خط نزی بر تو شما زنگ میزنم. بسیار معذرت میخوایم. السلام علیکم. سلام. رهسپار یمگان شد، تا سال چند پیش از این هیچ گوش را یارای آن نبود که آوای رویش گیاهان پرتحرک فاتح آغشته با عطر نور و درخشش الماس را در باغستان پاییز فرهنگ زده ما در باغستان پاییز زده فرهنگ ما بشنود. آن گونه که محمد طاهر بدخشی شنید و هیچ نایی نتوانست سرود سالهای ناشگفتنی تاریخ را با آن صلابتی بخواند که بدخشی خواند. و صلابتی که صدای او صدای صداها، صدای همه صدها و در کوهستان‌های سرزمین ما و در قلمرو گسترده تاریخ فرهنگ معاصر ما و فرهنگ تاریخ معاصر ما طنین افکند. چند صد سپری میشد که در فصل‌های همیشه پاییز و در شب‌های همیشه یلدای فرهنگ ما پیام آوران دروغین و مخبت عرب زده و غرب زده بر شتاب‌های کوچک نور لگد می‌کوبیدند. ناگهان طاهر بدخشی، این وجدان بیدار و ژرفبین فرهنگ تعبیدی ما، چنان نخل تناوری به سبزی و انبوهی هزارها جنگل قامت برافراشت، نخل تناوری که به ابرها می آشفت، آنجا که کشتزاران نزدیک را با اشک و خون آبیاری می کنند، نباید در آغوش دریابارهای دور فرو رفت. نخلی تناوری که در تداوم منحنی شبها
آنگاه که اندام درختان کهنسال اما بیریشه در زیر تازیانه طوفان‌ها و رگبارها خمیده میشد، یورش طوفان و باد و باران را به تحقیر می گرفت. زیرا مگر نه این بود که ریشه ها در ژرفای خاک داشت و شاخه های رها در اوجها، رها به سوی نور و به سوی خورشید. او بود که همیشه تا 4 راه شبهای آگاده از تب و هذیان ما با دستهای نجیب خیش ستاره حمل می کرد. او بود که زنگ دشنه‌های در نیام خوابیده شکیبایان تحمیق شده را که به گفته مایاکوفسکی چون بره‌های بی آزار در مرتع تبیید ابای شوالیه‌گری را از دوش می افکندند با زلال خودآگاهی شستشو داد و هم تهی شدن از خیش را با آنان آموخت. او بود که از میان دخمه تو در توی هیاهوهای هرزه و بیهوده نامجویان و از آشفته بازار نیروی آزمایی های آنان به سوی اصالت ها نقب زد. همه کس را توان و بینش یافتن راهی به بیرون از حصار شب نیست. کوتاه پروازان از درازی شب به سطوح می آیند و در نیمه راه آشیانه می گزینند. عبور از تاریکی به ویژه آنگاه که بار سنگین رسالت بر دوش باشد خواستار بال دور پرواز و دیدگان نهانبین و گوشهای پنهان شنو است که او داشت. او برغم آنانی که داروهای شفابخش را به جاهای سالم پیکری می بستند و ناسور و جراحتهای خونچکان را نادیده می گرفتند، در سیمای یک طراح پیشندیش و پیشاهنگ و نه پیش داور در آستانه زمان استاد و استوار استاد و تیمارگر زخمهای تاریخی ما شد و اگر از خیش فرمان برد برای آن بود که برو فرمان نرانم. اگر از خیش فرمان برد برای آن بود که برو فرمان نرانم. او بود که گرد و غبار فراموشی را از سکه اصیل فرهنگ ما سترد و این سکه را با نیروی هرچی تمامتر بر چهره مسنشره تاراجگران تاریخ و فرهنگ کوبید. او برخلاف پندار دشمنان حقیر خیش که می گفتند باران برای گندمزار است و گندم برای نان و آتش، برای همیشه افروختن، برای فکر میکنم در متن غلط آمد، برای حیم افروختن، ولی جز خون برای خون به هیچ چیزی دیگری باورمند نبودند و نمی اندیشیدند. ماهی کوچکی سرگردانی نبود که دست ناشناس آن را در تنگ بلوری آبی بلورین می افکند، چنان موریانه در مفصل چوب و جانوری سرگردانی آن تنگ بلورین دریای ژرف را ناکرانمندانه می پندارد. ریشه های اعصاب تفکر او بر ریشه های گل سرخ کوچک همانند نبود که خاک گلدان خود را تمامت سیاره زمین بپندارد. کودکی بود خوابیده در گهواره زمین و در سطح منشور کثیر سطوح شخصیت او می شد تجلی‌های از نام‌های برتر را نگریست. نمودهای از نستوه حجت جزیره خراسان و آیراهای و رنگ‌های از گاریبالدی، پاتریس لومونبا و شهید جاویدان یاد امریکای لاتین چیگوارا. کریستین اندرسن را بدین گونه سرودند که سیاره زمین حباب کوچکی بود بر سطح دریاچه زلال اندیشه‌های او. اگر درباره طاهر بدخشی نمیتوانید سخن و سخنانی از این دست را باز گفت، میتوان با روانی آگنده از باور و گواهی نشست که جغرافیای ذهن گسترده او به پهنای افقهای اصالت و صمیمیت بود و در آن قلمرو نه خط و مرز فاصله وجود داشت و نه دیوارهای از سیم خاردار خودزیستی عنودانه، جز آن که میبایست نگین هویت مشخص که با آستاب حقیقت مشخص است بر انگشتر هر مرحله تاریخ نشانده شود و راههایی که گفتن یعنی رفتن، نه اینکه نشستن در کرانه و شمردن گامهای کسان از همدیگر باز شناخته شوند. به قول هگل او هم نهی کننده بود و هم نفی کننده، هم جویباری رو به دریا بود و هم دریای رو به جویبارها و در کار آمیختن هستی کوچک و گذرا برای آفریدن هستی بزرگ و دیرمان هوشل سوشیانی موعد در زادبوم زردشت و بیگمان بشارت خروج را آخرین وخشور.
اندوه بر ما اگر بپنداریم که او زندانی حصار تنگ چشمی های سرزمینی برتر و قبیله برتر و ملت برتر بود. اندوه بر ما اگر بپنداریم که او در ویرانه های تاریخ تنها در جستجوی شکوه گمشده قبیله خیش بود و اندوهی بزرگتر بر ما که همه ما هم در آوان اسرت تاریخی خیش از اون نان آگاهی قرض گرفتیم و هم دشنامش دادیم. نیچه گفته بود هر مرغی که نمیتواند پرواز کند نباید بر لب پرتگاه آشیان بیاراید و طاهر بدخشی این تجسم آتش و اوج پرواز بر پرتگاه آشیان آراست تا ما را که عبور ما از کناره پرتگاه ناگزیر است با فصاحت سوزان و همیشه جاری خون خیش از آنچه در کمین ماست آگاه سازد و از زنهار دهد. یاد آن یگانه چون تداعی آب در ذهن سبز جنگل همواره سبز باد که از توره سرخ شهادتش نسل ما را چون کودکی بر دوش افکند و با تماشای نماز در پیشگاه حقیقت برد. این بود آخرین وحشور نوشته استاد عزیز و گرانمایه استاد واصف باختری که در دهمین سالگرد شهادت روانشاد بدخشی سروده شده بود. و چون استاد البته اینجا چیزهای دیگه هم داریم و مطالب دیگه هم هست که باید از خوانده شود، اما از اینکه چون استاد گرانمایه استاد شهرانی دلین هستند ما شما را به شنیدن صحبت های اونا برای چند دقیقه دعوت میکنم. بله جناب استاد شهرانی احترامات عرض میکنم. ضیای حافظی هستم. سلام بر شما. ما تا اینجا گفته آمدیم در باب شخصیت بزرگ روانشاد محمد طاهر بدخشی، شخصیت ملی فرهنگی و سیاسی کشور که 33 سالگی شهادتشان بود. به این مناسبت ما برنامه هفته خود اختصاص داده بودیم. میشنوم از شما که چون شما یکی از کسایی هستین که زیاد با اوشان مشهور بودین و از شما خواهش میکنم که حرفایی داشته باشین خدمت شنونده و بیننده عزیز ما ارائه کنین. تشکر میکنم جناب دانشمند آقای حافظی. من بسیار افتخار میکنم که درباره مرحوم شهید طاهر بدخشی چند حرفی به عرض برسانم. سلامی مرا به امید است که همه شنوندگان قبول بکنن و بیشتر از همه برای پرفتوی محمد طاهر بدخشی دعا میکنم روانش شاد و جایش خود برین میخوام. بدخشی گفتنی های بسیار زیاد درباره بدخشی وجود داره که دوستا و پیروانی از او گفته ها دارن و نوشتن و گفتند و در بسیاری محافل درباره از ذکرها کردند. بدخشی از شخصیت های بلند مقام و برجسته افغانستان است، خاصتا بدخشان. بر علاوه از اینکه یک شخصیت فوق‌العاده مشهور سیاسی بود و رئیس یک حزب بسیار مشهوری به نام سازا قرار داشت، یک شخص عالم، ادیب، مورخ و واعظ بسیار برگزیده بود. من بارها اونها را ملاقات کردم و به زیارتش رسیدم. مردی بسیار دانا، باهوش، بیدار، با شجاعت و یک شخص بسیار خوشنما بود. با همه مردم ها علاقمند بود و از او نامی از او مخصوصا مردم های بدخشانی را با هر کدام از این آمیزشی داشت و ارتباطات خاصی داشت و علاقه از او وادار ساخت به بدخشان که نامش بدخشی بگذاره تخلص خدا. حلقه دوستای مرحوم طاهر بدخشی بسیار زیاد وسیع بود، از تمام طبقات جامعه افغانستان بودن و او با هیچ یک قوم و سمت و مردمی که مخالفتی نداشته، به همه مردم ها را احترام داشت و
البته بعضی تهمت های در حق از او مردم آوردن و بعضی تهمت هایی کردن، ولی او من شخصا را میشناختم با هیچ یک قوم ایناری نداشت، هم اقوام رئیس انسان و میشناخت و احترام خاص داشت. بله. و او تنها یگانه چیزی که علاقه داشت نظام برپا کردن نظام دموکراسی در افغانستان بود و میخواد که تمام اقشار افغانستان از دموکراسی استفاده بکنن و برادروار با همدیگر زندگی کنن، چی پشتون باشه، چی ترک باشه، تاجیک باشه، یا هزاره و بلوچی و پشایی و نورستانی و شغنی و ویستا و آخیب، هر کسی که بوده باشه. از اون نقطه نظر او را به حیث یک شخصیت ممتاز و وارسته افغانستان میشمارم و خودش شخصا بر علاوه یک سیاست از علمای بسیار بزرگ به شمار میره و واقعا علمیتی از او به حدی زیاد بود که ما از زبان استاد نظیر حباب که از دانشمندای فرزانه و وارسته بدخشان است، برای ما گفتن که زمانی که در مکتب ابتدایی تحصیل میکرد مرحوم بدخشی صاحب یک کتابخانه بزرگ بود. شما فکر کنید که یک جوانی که یک طفلی که مثلا 11-12 ساله باشه در مکتب ابتدایی بوده باشه، او صاحب یک کتابخانه بوده و همه کتابای خود را خوانده بود در خردسالی خود. چون این اوقاتی از این زیادتر شخص مبارز بود، اوقاتی از این بس وقتها در محبت در چندین باری در محبوس شد به زندان رفت و از اون نقطه نظر اوقات در زندان هم نمیخواستم که کتابای خود ببره اوجا مطالعه بکنه و از طرف دیگه در سیاست دست میزد و فعالیت های زیادی میکرد که درباره حزب سازا که مردم ها او را با سیستم ملی گذاشتن یاد میکردن. مصروفی از او سیاست های بود وگرنه کتاب های بسیار زیادی تالیف میکرد. با آن هم چندین کتاب و چندین مقاله های بسیار فوق‌العاده و رساله های خودریزه از این به یادگار مانده و از همه مهمتری که بیانی های از اگر چی کرده باشه از این کار گرفته باشند بیانی های بسیار پرسوز و قابل بسیار صفت ایراد کرده بودند. من چندین بیانی از او را شنیدم، مثلا یوان وقتی که در جمعیت بدخشانی ها جمع می شدیم خانه مرحوم استاد واسوخ محمد هاشم واسوخ که از بزرگان بدخشان بود، در اونجا ما جمعیت بدخشی ها جمع می شدیم با هم دیدی و دیده ها می کردیم و افهام و تفهیم صورت می گرفت، راجع به وطن گپ می زدیم. در وقتا می آمد و بعضی بیانی ها می داد. یکی از بیانی های از او از مشهورترین بیانی های از این بود که همین جوانایی که در غیاب مرحوم طاهری بدخشی را نمیشناختن و بعضی تهمت ها در حق از او میبستن، باور کنن که در همون جمعیت چندین نفر از جوانای بسیار زیاد روشنفکر به حزب سازا پیوستن و گفتن که ما بالاتر از این پرمعنا سخن نشنیده بودیم و ما باید با طاهری بدخشی بوده باشیم. یعنی با هر کسی که در تماس میشد مردم فریفته از او میشدن. زبانی از این بسیار عالی بود، یعنی یک شخص متبحر بود، بسیار به زودی مردم به طرف خود کش میکرد. و از طرف دیگه در تحلیل با سیاستمدارها در تماس میشد، با علما بسیار زیاد علاقه داشت، با شاعرها، علما، نویسنده ها، شخصیت های علمی، محققین، همه از اینها را در هر حالت میدید و با اونا یک پیوندی داشت و با همدیگر گپ میزدن و از ما یاد میگرفت و اونها از این یاد میگرفتن، چون که خود بله 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 معذرت میخوایم، نمیدونم که چرا تلفن قطع شد. به هر حال اگر استاد صدای ما را میشنوند میتونن از سر تلفن کنن و بله تلفن قطع شد، معذرت میخوایم. در تا آمدن استاد دوباره سر لاین زیاد ممنون از ایشان هستم، واقعا حرفای خوبی گفتن و چیزی که اشاره کردن موضوع ستم ملی بود که هرگز سازمانی به نام ستم ملی در افغانستان با وجود نآمده و امور کمی که استاد گفتن سازمانی که روانشاد بدخشی به وجود آورد به نام سازمان انقلابی زحمتکشای افغانستان بود
و دشمنای محمد طاهر بدخشی سازمان به نام سازمان سیستم ملی یاد کردن که هرگز این نامی است که استخباراتی اون وقت امو دوران به این سازمان داده بود که توضیح شد. همچنین در 10 سالگی شهادت بدخشی که ما علاوه کردیم چیزی بسیار مهمی دیگه از اکادمیسیان محمد صدیقی روحی که یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ افغانستان که اونا بروان حق پیوستن روحشان شاد، اونا در این محفل خاطرات خود گفتن و ای که چه قسم با بدخشی آشنا شدن و بعد از او که به آلمان رفتن به تحصیل، پس از او از تحصیل بازگشتن، اونا شنیدن که در حزب انشابی آمده و بدخشی نظراتی داشته و بنابر او اینا گفتن که ما با بدخشی بعد از انشاب دیدیم. بله 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 سلام علیکم. بله بفرمایید، مهربان هستین، زنده باشین. ارجاعت دارم شما را در خدمت. بله بله میشنم صدایتان هست. استاد محترم خیلی برنامه بسیار مهربانانه و برنامه عالی و نهایت صادقانه انجام دادید. خیلی خوش آمد. قربان شما. برنامه بسیار نازنین داشتید. میشنوید صدای مرا؟ صدای شما کاملا شنیده میشه، روی هموطن هم میشنوند همگی. خب بسیار خوب. استاد محترم اما که به شخصیت چین بزرگوار تاریخ بدخشی بزرگوار سخت احترام دارم. واقعا اگرچه من سن سالی نبودیم که مکمل او را نکنه با چیزایی که از او شنیدیم آثاری خوندیم واقعا برش احترام دارم. اما شما پیشتر صحبت گفتیم که بدخشی در یک وقت زمان در اقتصاد دموکراتیک تمیز بوده که و بعدا از خلق کارگر رفته، اما بعدا گفتیم که معذرت میخوایم دوران چای معذرت میخوایم ما دوران چی نگفتیم، بسیار معذرت میخوایم، کارگر و خلق کارگر گپا نگفتیم. اگر یک لطف بکنین مرا اجازه بدین که من می گپای خود ختم کنم، حتما شما پس روی لاین بیاین، به ما سعادت خود بخشیدین. و شما از کجا زنگ میزنین؟ من از آلنگ میزنم. اسم مبارک شما؟ دکتر شفایی. و قربان شما دکتر محترم. من می گپ استاد عنایت‌الله ناتکمیل ماند که اونا گپشون تکمیل بکنن، بعد از او خدمت شما در آخر ما می تلفن ها رو میگیریم و میشنویم دوستا صحبتایشون. صحیح است؟ قربان شما، تشکر، ممنون شما. ممنون شما. ما از دوستای گرانمایه خواهش میکنم که تا همی برنامه کم مانده، یک چند نقل قول دیگه مانده، امور بیان میکنم، بعد از او از دوستا میشنویم. موضوع سر اکادمیسیان پوهان محمد صدیقی روحی بود که گفتیم یک شخصیت بسیار بزرگ و وارسته کشور ما بود، از برادرای پشتون ما و انسانی که او خودش در این محفل شهادت داد که وقتی که من از آلمان پس برگشتم با ما گفتن که بدخشی انشاب کرده و طرحهایی داشته در مورد مسئله ملی که جمعه قسمتش میخونم. ما اوریدلی چې طاهر بدخشی هم په دې حزب کې د ځینې نظریو په اساس د حزب د ځینو غړو سره اختلاف نظر لري. کله چې ما د دوی سره صحبت وکړه داسې معلومه شو چې د ملي مسلې په باره کې یو طرح درلود، اما د حزب ځینې نورو ملګرو وویل چې د حزب ملي مسله د حزب د طبقاتي مبارزې نه جلا هم نه ده، د هغې سره موازي مسئله هم نه و، بلکې دننه د طبقاتي مبارزې د موفقیت په صورت کې حل کېدای شي. ځینو دغه مسله په هغه وخت کې بالکل د نظره وغورځوله او کوشش کوله چې د دې نظریې د تحقیق یو میکانیزم په خپله مرامنامه کې یا اساسنامه کې ځای شي یا حد اقل په خاتمه شي کې څرګند شي. په هر صورت طاهر بدخشی په رفیقانه شکل باندې دا مسله طرح کړې و او غوښتل یې چې د بحث له لارې او د دیالوګ له لارې حل شي او په دې اساس
باندې مونږ د دوی دغه کار په ډیر د قدر په سترګو ګورو. اوس چې طاهر بدخشي غوندې یو دانشمند پوه عالم متواضع شخصیت زمون سره نشته، د دې نشتوالي یو لوی ضایعه ده. نو په آخر کې دعا کوم چې د دې روح د شاد وي. د تاسې نه تشکر. این بیان جناب صدیق الله روحی بود و چیز دیگه که جناب صدیق الله روحی اینجا زیاد علاوه کردن بسیار مهم و بسیار پر ارزش است که اینا گفتن که اولین برنامه حزب دموکراتیک یا جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان که نوشته شد به قلم روانشاد بدخشی بود و او گونه یک طرح یک جبهه گونه بود که امروز مثل جبهه ملی وری که میگیم با همین گونه بود و او قبول نشد و فعلا با اساسی گفته از او در آرشیف آلمان دموکراتیک وجود داره. اینجا به قسمت با شما یک یادآوری میکنم کوم اساسنامه چې د محمد طاهر بدخشي په قلم لیکل شوی و هغه تقریبا د یو متحد ملی جبهه په شکل و چې د هغه په هغه کې روشنفکران لیبرال دموکرات تحول پسند خلق او حتی هغه مامورین چې فاسد و بوروکرات نوي د دغه ټولو د پاره لارې خلاص و چې د دوی په دې کې ملي تاجران تقریبا هغه چې نن ورځ د هغه د ملي جبهه ته تصور کیږي په دې حزب د داسې خلک راټول شوی وو. زموږ ملګری په دله کې میر غلام محمد غبار یو ریفورمیست او هغه د کارګری او زحمتکشانو په ایدئولوژي باندې په ټولو معنی معتقد نه و بلکې یو ریفورمیست سره و. این صحبت‌های پوهان صاحب صدیق الله روحی خودش یک سند بسیار بزرگ است که بدخشی نه تنها مسئله ملی را برای اقوام و قوم های غیر پشتون مطرح کرده بلکه او بیشتر در فکر بیروزی خلق های پشتون بود و بارها گفته که خلق عزیز پشتون کسایی که از نام پشتون و کسایی که به نام پشتون سیاست میکنن اونا را در فقر و بیچارگی و انواع و اقسام مشکلات نگاه داشتن که واقعا بعید است از چی نیست، از واقعیت نیست. و ما چون روی لین دوست را اشاره میکنن. بله بفرمایید. بله سلام علیکم سر. امید است که به این سلسله ادامه بدید و حقایق تاریخ بازم بگوین و ما با کلی شما رو سپورت میکنیم. امید که پروگرامتون همینطور ادامه پیدا کنه. قربان شما لطف کردیم دوست گرانمایه. معذرت بخوایم چون یک قسمت گفتار شما اسپیکر تلفن آن نبود نشدیم. اگر صحبتتان از سر و خود معرفی کنیم خوش میشیم. معرفی ما نام سرور است. فقط خواستم که یک کامنت کرده باشم از خاطر پروگرام که شما دارین و پروگرام بسیار دلچسب و بسیار واقعیات بسیار قشنگ شما بازگو میکنید و همون گفتی از مشاهده گفتم خدا کند که نسازد فلک خاموش تو و بازم. قربان شما لطف کردین. خاموشی ما دیگه در عدمی ماست. ما زنده برانیم که آرام نگیریم. بله بله یک جان ممنون شما. قربان شما. شما بزرگواری کردین، ذره نوازی کردین. ممنون شما. موفق باشین. انشالله باز پروگرام هایتان همچنان میبینیم و ازش لذت میبریم. قربان شما لطف کردین. ممنون شما. سلام علیکم. سپاسگزارم. در رابطه با جناب صدیق الله روحی گپ زدیم. همچنین در همون محفل ما از دوستای دیگری هم چی داشتیم که اینجا امی لحظه پیش روی ما. همچنین از دکتر صبورالله سیاسنگ که در وقت دانش آموز دانشگاه کابل بودن و شاعر شناخته شده و عزیزی ما هستند، اونا هم در همون کتاب در اون محفل بودن و صحبت بسیار مقبول و زیبا کردن که
چون تعداد چیشون زیاد است، من فقط یک بخشی از صحبت‌های از را میگم که عنوان صحبتشون است که اندوه یک قلب گداخته در سوگ پولاد ریخته، تو میدانی قبای پاره یوسف به هر قامت نمی آید و هر بهرامه پیغمبر نمی گردد. البته اینجا یادآوری از دورانی که اینا خودشون در دمزنگ زندان بودن و همراه یکی از کسایی که محمد مستقیم که من خودم شناخت با اونا ندارم از اونا نقل قول کردن که با اونا در زندان بودن و بیشترین معلومات ها را درباره شخص روانشاد بدخشی از او گرفتن. و اینجا یک جناب صبرالله سیاسنگ یک بیوگرافی گذشته بدخشی با یاد گرفتن و فقط در اینجا میگن که یک قسمت ما میخونم که میگن ماهی اقربی 1358 بود و از در و دیوار قلعه و دکان دهلیز و دالان هی گشتم بود که به سر روی آدم میریخت. البته جناب صبرالله سیاسنگ عزیز اونا چون شاعر هستن، امی نثرشان هم نثر شاعرانه است و همون شرایط 1358 تشبیه کردن به تموزی و البته خودتان خوبتر ایراد چی میکنین. ماهی اقرب 1358 بود و از در و دیوار قلعه و دکان دهلیز و دالان هی گشتم بود که به سر روی آدم میریخت، تا اینکه یک دسته گزندگان بند زهرناک عصر خیش در یک لحظه گمنام نیمه شب 8 اقرب او را نیز ناجوان مردانه گزیدند. اما شما را به زنجیر و زولانه خونالود قسم، گشتمی که خونی سمندر را مکیده باشد، در کدامین لانه، در کدامین دوزخ و در کدامین سنگ نهانی میتواند راحت باشد. خونی سمندر آن مایه‌ای نیست که در تن کبود هر عنکبوت و در پیکر کژدم هر گژدم منحل شود و با محتوای شریانهای مکندهش جوش بخورد، مگر تاریخ نوشنده خون او را در کمتر از 2 ماه پی مکافات عملش نفرستاد. اما چه سود؟ دیگر لالی بدخشان قرمز شده بود و لاله بدخشان قرمزترین، زیرا هر دو از لاله همان آذریونی بودند که می توانستند تنها وارثین یاقوت‌های نگینه‌های افتاده از انگشتر باشد. و خب اونجا چون عنوانی داده پولاد ریخته، هم زنجیریانش او را پولاد ریخته لقب داده بودند و پهلوهایش میگویند و هم سلولیهایش میگویند اگر گاهی بدخشی صاحب سوگند یاد میکرد میگفت مرا به لبخند شاد زندانیان قذب. البته یک چند بیتایشان هم هست که به پشتی میله ها مردی زمانه نگفت آری بزیری تازیانه، رود با قامتی چون پره کو به سوی چوبه دار شادمانه. ز پشتی میله ها بینم همیشه که زندانبان همه کوبت بتیشه، به خط حق شده در قلب دیوار به انگشت آفتاب پنهان نمیشه. ز پشتی میله ها کردم نظاره به لوح آسمانی پرستاره، به جای آفتابی خفته در خاک همی رخشید چند الماس پاره. ممنون از جناب صبرالله سیاسنگ که شعرشان از زمستان 1358 سراچه شرقی زندان دمزنگ، صبرالله سیاسنگ. و چون از دستگیر پنشهی هم حرفای بسیار جالبی در خود کتاب ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان گفته شده و او هم اعتراف کرده که بدخشی یک شخصیت بزرگی بود و نظرات و اندیشه های او را تایید کرده. اما برای اضافه از اینکه چون وقت ما کم است از چی معذرت میخوایم از زیاد. همچنین ما در دهمین سالگرد گفتیم و عرض کردم که زیاد چیزایی که ما فهرست مطالب یادنامه روانشاد بدخشی را خواندم. شما دیدین که چقدر زیاد افراد، اشخاص و اشعار بود که با همی بسنده کردیم.
در 20 سالگی شهادت بدخشی که در اکادمی علوم تاجیکستان برگزار شد، متاسفانه او کتاب از پیش من کدام دوستی گرفته، نمیدونم کی گرفته. به هر صورت در او یک تعداد تاجیکا، پروفسورای تاجیکی که در زمان اتحاد شوروی در افغانستان اینا کار میکردن و اونا شناسایی و روابط نزدیکی با روانشاد بدخشی داشتن، از او جمله لطف پروفسور لطفالله لطف و استاد نظروف و دیگرها که در کتاب زیاد چیزای واقعا نوشته شده که یک بود پهلوهای زندگی بدخشی را در ارتباط به این که روس‌ها چه نظری که بیشتر اشاره کردم نظری منفی در مورد روانشاد بدخشی داشتن و اونا را به چی گرفتن، به خانش گرفتن و اونجا اونا اعتراف کردن که ما بخشی از که چون تا در کاجبی بودن گفتن ما تلاش کردیم که بدخشی باید زنده بونه، اما چون شوروی ها در وقت دیدی بدگمانه نسبت بدخشی داشتن، یعنی که در قدر بدخشی حتی شاید روس ها هم دخیل بوده باشه. و دوستی در لاین است. بله 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 سر جیاس محترم خوش آمدین، لطف کردین، صفا آوردین. در مورد روزمرد بزرگ بیانی ما محمد طارق بدخشی من گوش گرفتم. برنامه بسیار بجا و به مورد این شما چی کرده. من هم میپرسم چند حرفی در مورد زندگیات طاهر بدخشی یادوار شما خدمت شما چند لحظه اگر وقت بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید. طاهر بدخشی شخصیتی است که با گذشت زمان صحت و سقم اندیشه و افکارش روشن شد و گذشته ازی که به قیمت جان خود اونا از نظرات خود و از صحت نظرات خود ایمانی که داشتن دفاع کردن، ولی بدبختانه که در زمان حیاتشون رقیبای سیاسیشون ناجوانمردانه به نام سکتریست و به نام تجزیه طلب و این آن افکاری مردم مخصوص ساخته بودن که ما هم در اون مرحله زمانی فکر میکردیم که برای اکتفا کردیم که یادم اندیشه‌هایش تجزیه طلبانه است و سکتریستی است، ولی بعدها به مرور زمان صحت و سقم نظرات بدخشی که زمان ثابت ساخت. بله و شخصی بزرگی بودن و طبیبی حاضر بودن که دوای درستی برای مریض توصیه میکردن. چنانچه بعد از گذشت در زمان ما با آشنایی و اندیشه های طاهر بدخشی و یک سلسله مفکوره های انکشافات اجتماعی ما دریافتیم که یگانه مرد بزرگی که در آسمان مبارزات عدالت پسندانه کشور ما طلوع شد، در پهلوی دیگر برای زندگان طاهر بدخشی بود. همین قسمی که ما اگر بخوایم بر دفاع اجتماعی کاری بکنیم و بریم از مردم پرسان کنیم که چه نیازی دارن و اولویت‌های از ما را ترک کنیم و به اساس از اون ما کار کنیم بر دفاع اجتماعی، بسیار یک پیرمردی اگر میریم پرسان میکنیم که طفلش مریض است و در حالت مرگ است و در اون منطقه مریضی واگیری همون منطقه است، ولی از اون میگیم که بابا جان ما اینجا مکتب برات میسازیم، طفل به مکتب روان کن. او میگه من باور ندارم که طفل من زنده بمانه تو وحشیانه شما از مکتب در بزنید و اگر کسی دیگه ایره که سرمای زمستان از خلق میلازد او رو میگیم که ما براتون سرک میسازیم بین کاری سرک اشتراک کنیم. او هم خنده میکنه میگه من از خلق میلازم سربلا ندارم تو برای من سرک میسازی، من سرکش کنم. برای مریض باید علاج مریضی شود و تشخیص
سبب مریضی از میشه و کلینیک ساخته شده یادی مکتب و بعد مکتب و همون قسم برای او به سرپناه اول سرپناه ساخته شده برای سرک و طاهری بخشی کسی بود که در نیازمندی ها و اولویت های تحولات اجتماعی درست تشخیص کرده بود که در یک جامعه جنوب فرهنگ قبیلوی حاکم است و حکومت های تقوی بیداد میکنند یگانه رای حل مسئله ملی ولی دیگه احزاب و گروه های سیاسی این گپای تجزیه طلبانه و سکتریستی گفتن و جامعه را در یک بازی های بزرگی بین المللی کشاندن که منام اصلاحات دموکراتیک که در اونجا قدرت های بزرگ بیطرف نمیموندن اونا دی نقش بازی میکردن و سرانجام این سیاستمداران و موراهای فرهنگی که با وسیله دستی دیگرها بازی کردن و جامعه را برای یک بدبختی و مصیبت کشاندن و طاهری بخشی بزرگیش دهیست که از شرافتی از خود جامعه داشت و برای اساس همون سیر تکامل خود جامعه. بله معذرت میخوایم که صحبت های دوستی عزیز جناب انجینیر سپریانی که لطف کردن اونا برنامه رو دیدن زنگ زدن و حرفایی گفتن در رابطه با صحبت هایی که انجینیر سپ کردن ما فقط هم اشاره میکنم که چون در اون زمان حرفای بدخشی قابل هضم نبود برای جامعه ما و از جهت دیگر چون بدخشی پشتوانه خارجی نداشت نمیتونست نشریه‌ای داشته باشه نه حتی نمیتونست علنا اعلام بکنه که من صاحب کدام حزب سیاسی هستم و به اون خاطر واقعا حرف ها ماند اما ما با این صحبتاشان موافق هستم واقعا که زمان نشان داد صحت سقم اندیش های بدخشی را و ما همچون برنامه پروگرام همی هست که ما حرف ها و واقعیت هایی که در کشور ما گذشته و را به بررسی و کندوکاش بگیریم. ما در قسمت آخرین بخشای زندگی بدخشی سب که عرض کردم که قسمتی که 20 سال در 20 سالگی شهادت بدخشی که در تاجیکستان برگزار شده بود متاسفانه از اون کتاب من ندارم که و دوام کتاب بسیار ضخیم و بزرگ است که دانشمندای تاجیک و دانشمندای افغانستان در اکادمی علوم تاجیکستان جایی کجا بی‌طرفانه مسائل به ارزیابی گرفته میشه اونجا سمیناری برگزار شده بود و حاصل از اون سمینار کتابی بود که متاسفانه در دسترس من نیست. به همه حال میرسیم به سیومین دهه شهادت مرحوم بدخشی که پیشتر اشاره کردم که در تلویزیون نور بنده برگزار کرده بود و بعداً سال گذشته به کوشش دکتر صاحب نظر مرادی کتاب دیگه در افغانستان در آورده به مناسبت نکوداش از 78مین سالزاد محمد طاهری بدخشی کتاب محفلی آراسته بودن و در اون محفل که از طریق تلویزیون آریانای کابل تلویزیون آقای جناب بیات ما خبر از اون محفل دیدم و در این همون گزارش و محفل ثبت شده که پیش از اینکه من محتوا و فهرست سخنرانی را بگویم یک چیز از خاطرم ماند که جناب سلطان علی کشتمند که مدت 10 سال صدر اعظم افغانستان بودند و اینا در همون انشاباتی که بود با جناب بدخشی اختلافاتی پیدا کردن با وجودی که شوهر همشیره بودن و روابط فامیلی داشتن و خودشان در این کتابی که نوشته کردن خاطراتشان در اداره آخر در یک بخشی از اینا در کتاب عنوان دادن آخرین دیدار با محمد طاهری بدخشی در زندان که البته بسیار زیاد است که مجال از این است که من همه ازی را به شما بگویم فقط فرازی از گفته‌های از یارم میگیرم که میگم که ما وقتی که در زندان بودیم در زندان کوتقلفی بودیم و یک روزی سختگیری ها بود اینجا میخوانیم و یک شب زیادتر سختگیری شد و این بار سختگیری ها بیشتر بود فردای آن شب که در آن باره در
بالا صحبت کردم. روزهای دیگر هر قدر از سربازان محافظ پرسیدم، جستجو کردم، حرفی نگفتند. پس از یک هفته از سوراخ کلید قفل داخل اتاق را بنگرم، دیدم که مرد نورانی با ریش بزرگ دقیقا تنظیم شده به رنگ خرمایی روشن در برابر چشمانم قرار گرفت. پس از مکس مختصر شناختمش. دهن به عوض چشم در سوراخ کلید گذاشتم و صدا زدم: طاهر، طاهر بدخشی. وی فورا در عقب دروازه آمد و پرسید: کی؟ کشتمند هستی؟ گفتم بله. چطور دانستی که منم؟ گفت از سربازان پرسیده بودم. چندین روز دیگری گذشت و گاه گاهی که فساد دست میداد از عقب دروازه چند کلمه میان ما تعاطی میگردید. متدرجاً سربازان دانستند که ما هر دو نه تنها دوست بلکه خویشاوند نیز هستیم. همچنین ایشان تحت تاثیر شخصیت و حرفای صمیمانه انسانی بدخشی قرار گرفتند و اجازه دادند که بعضا با هم دیدار و صحبت داشته باشیم. روزها بعد از ساعتها با هم می نشستیم و صمیمانه و با ذهن باز آگنده از احترام و دوستی متقابل با هم صحبت میکردیم. این دیدارها و صحبتها تقریبا همه روزه برای ما مایه تسلی، خرسندی و متقابلا آموزنده بود. از گذشته‌ها، از دوستی‌ها، رفاقت‌ها، از اینکه بالاخره خویشاوند هم شده بودیم یادآوری می‌کردیم. بعداً از گذشته اظهار ندامت که چرا ما در تحت شرایط سیاسی وقت فریب خوردیم و هر دو از لحاظ احساس، دید سیاسی و اندیشه‌های خویش نزدیک بودیم و خواهرم جمیله همسری وفادار، همکار، همفکر وی بود. از همدیگر برای مدت دور ماندیم. البته صحبت‌های ما عمدتاً خصلت سیاسی و انسانی داشت و از موارد خانوادگی نیز یادآوری‌های به عمل می‌آوردیم. بدخشی در سالهای اخیر زندگی خیش نیز چی در زندان رژیم امین هنگامی که در دیمزنگ زندانی بود و چی در زندان محمد داوود فرصت یافته بود تا به طور مخفی کتاب به دست آورد و مطالعه نمود. وی همچنین فرصت‌های در بیرون از زندان بود. افزون بر مبارزات عملی سیاسی همه را عمدتاً وقف مطالعه مفید آثار کلاسیک و ادبیات نوین زبان فارسی کرده بود. معلومات فرهنگی وی در مورد قدما، حکما، شاعران و دانشمندان فرهنگ فارسی خیلی غنی بود. او بخش‌های بزرگ مثنوی، معنوی و مولانا جلال الدین بلخی را به حافظه سپرده بود. از شاعرای بزرگ دیگر این زبان برای هر مورد اشعار ناب و بجا از یاد می‌خواند. او خیلی خوب می-نوشت، ولی صد افسوس که این امکانات را از وی گرفته بودند. در زندان پلچرخی بدخشی مانند من امکانات دسترسی به کتب، قلم و کاغذ نداشت، ولی روح جستجوگری وی آرام نمی گرفت. او اندیشه‌های خود را بعضا روی لوحه‌های کاغذ تشناب می-نوشت و برای من میداد که مطالعه نمایم و من هم با نیچه قلم خودکار که در دسترسم بود برای او برخی مطالب را از اندیشه‌های خویش می-نوشتم. بدخشی در زندان پلچرخی قرآن شریف را حفظ کرده بود و با آخرین بخش‌های آن رسیده بود که دشمنان انسانیت، فرهنگ و دانش دیگر به او مجال ندادند و شهیدش کردند. محمد طاهر بدخشی شخصیت کمیاب سیاسی و اجتماعی، مبارز، دانشمند و پژوهشگر، ادبیات شناس و از لحاظ شخصیت انسانی خویش عمیقاً با فرهنگ و مهربان بود. او در بدخشان مرد پرور که گوی روح و ذهن مردم ساده آن با فرهنگ و دانش عجین گردیده است، در میان یک خانواده متوسط الحال و برخوردار از علوم مروج مردمی متولد گردیده بود. وی که استعداد خداداد سرشار داشت، نمیتوانست در محیط کوچک بدخشان باقی بماند. او پس از چند سالی به کابل آمد و به لیسه حبیبیه شامل گردید. خب این حرفایی است که البته بسیار زیاد است. و در قسمت آخر میگن که از نخستین روزهای بزرگداشت برگشت اصرارآمیز حفیظ الامین از ایالات متحده آمریکا و تحمیل وی به حزب، محمد طاهر بدخشی با او بنابر اندیشه‌های شونیستیش مخالفت می‌ورزید. در این شاب به دو جناح خلق و پرچم در سال 1968 محمد طاهر بدخشی به جناح خلقی ها پیوست و من پرچمی شدم. از اینجا جدایی فکری میان من و بدخشی پدید گردید. تفاوت‌های فکری میان بدخشی و امین به حدی تشدید گردید که دیگر راهی باقی نماند تا اینکه شاب دیگری در درون خلقی ها به وجود آمد. در نتیجه آن بدخشی و علاقمندان وی از خلقی ها جدا شدند و پس از مدتی وی سازمان انقلابی زحمتکشان را بنیاد گذاشت. این سازمان به زودی به نام ستم ملی معروف گردید، زیرا که در لوحه مرام سازمان متذکره مبارزه علیه ستم ملی در افغانستان نقش شده بود. محمد طاهر بدخشی در دوران حاکمیت رژیم جمهوری داوود برای مدت 18 ماه، خب این چیزایی است که ما چیزی که در اینجا میگه، در آغاز وی در وزارت امور داخله به سختی شکنجه کردند و سپس به مبحث دیمزنگ انتقال دادند. گپی که بیشتر خودم از زبانشون شنیده بودم اشاره کردم و تمام با شکنجه ها و بازجویی ها نمودند و پس از آن او را به بلاک دوم زندان پلچرخی منتقل ساختند. بعدا او را در زندان کوچکی
ما در درون زندان بزرگ پلچرخی انتقال دادند. سرنوشت او تا آخرین لحظه نامعلوم بود. رژیم حتی وی را در محاکمه قلابی خیش مورد محاکمه قرار نداد. ما 4 تن بدخشی، قادر، رفیع و من در زندان خاص خیش کاملا به اطلاع از آن بودیم که در برون از جمله میان قصرنشینان خلقی چی میگذرد. ولی شام یکی از روزها صدای گریه، ناله و زجه یده از خانم‌ها و اطفال چنانکه در درون زندان پیچید بالا گرفت، حتی به گوش ما نیز رسید و دریافتیم که مرگ نور محمد ترکی از جانب رژیم امین اعلام گردیده. سربازان محافظ گفتند سر و صدا از همسر و برادرزاده‌های ترکی صاحب بوده است که در بلاک یک زندان پلچرخی زندانی شده بودند. یکی 2 روز از حادثه نگذشته بود. خب به هر حال چیزایی که بسیار زیاد اینجا یک گپی بسیار مهم است که اینا میگن که فردای همان روز بدخشی وصیت‌نامه مرا که در داخل چپن وی دوخته شده بود از لای استر آن بیرون کشید و به دستم داد. ما پیشتر در اونجا اشاره میکنن که وقتی که حفیظ الله امین کشمند با یک تعداد کسای دیگه محاکمه میکنن و اسنادشون در روزنامه یک قطعه انقلاب ثوری گپا میبره و او را به اعدام محکوم میکنن. بدخشی از پیش خواهش میکنه که تو برای اولادایت یک وصیت‌نامه چیزی بنویس و این امور میگه که ما وصیت‌نامه را برای زود دادم. وقتی که شنیدیم که حفیظ الله امین قدرت گرفت، با شنیدن یک از این گپ بدخشی گفت که نه شما کشته نمیشین ولی من کشته میشم و همینجاست که اینجا میگه که هم وصیت‌نامه‌ای که ما داده بودم که دلای چپنش او را پد کنه و بیرون روان کنه او را پس برم داد. فردای همان روز بدخشی وصیت‌نامه ما را در داخل چپن وی دوخته شده بود از لای استر آن بیرون کشید و به دستم داد و گفت مثلی که من این امانت شما را به جای رسانده نمیتوانم. گفتم چرا؟ خیر باشد. بدخشی توضیح کرد که حفیظ الله امین با وی شدیداً خصومت می‌ورزد و فکر نمی‌کند که وی را زنده نگه دارد و من به خاطر تسلی وی حرفای گفتم بود در حالی که میدونست حرفای خوشبینانه من در مورد آینده وی اثری ندارد ولی به خاطر رعایت من موافقت کرد و در این باره زیاد نیندیشد. او اشعار زیبای مناسب همان حال و احوال از شاعرای بزرگ چون مولانا جلال الدین بلخی، سعدی، حافظ، فردوسی، خیام و جامی زمزمه کرد و در واقعیت امر او شخصیت نکته‌سنج و آگاه و یکی از چهره‌های استثنایی در شهامت و شجاعت بود. ولی آه و افسوس، درد و اندوه که بدخشی آن شخصیت شرافتمند و اندیشمند، آن مبارز دستو و آزادی‌خواه فرهیخته به دست آغشته به خون دشخیم و شهادت رسید. فردای همان نیمه شبی که خفاشان او را با جمع دیگری از انسان‌های خوب جامعه بردند و شهید کردند، من، قادر و رفیع سرگاه عقب دروازه اتاق بدخشی رفتیم ولی از سوراخ کلید جای او را خالی یافتیم. ما همان روز خیلی گریستیم و برای او از ته قلب گریستیم. یادش گرامی، خاطرش همیشه روان بود. که البته این موضوع را و در همان شب نیمه شب ما یک قوس 1358 بدخشی با همراه شاپور احمدزی، دکتر علی اکبر، دکتر کریم زرغون و جمع دیگری به قربانگاه بردند و شهید کردند. این بود خاطرات از سلطان علی کشمند که در اینجا چیزی که اینا گفتن جناب دکتر روان فرهادی که خود یک شخصیت بزرگ سیاسی فرهنگی کشور ما هستند. ما هم دیروز که با اونا صحبت تلفنی داشتیم، اونا هم این نکته را میگفتن که بدخشی معمولا صحبتایی که میکرد از اشعار مولانا و بیشتر صحبتاش پارچه ها و قسمت های را انتخاب میکرد که وقتی در دید و بادیدی که ما در تفریح سر میخوردیم برای ما را انتخاب میکرده بود، در ملحظه به گوش ما زمزمه میکرد و بعدا ما به اندازه علاقه گرفتیم که خودم در سر راهش خود قرار میگرفتیم که چیزی از او بشنوم و هر باری که ما اتفاقا با هم سر میخوردیم ما از بدخشی چیزای تازه میشنیدم. و استاد روان فرهادی که فرهیخته روزگار ماست میگه که بدخشی روان پاک و قلب مملو از محبت و خداشناسی با مولانا و خواجه عبدالله انصاری داشت و محشور با آنها بود. روان فرهادی در دیدار مختصری تکه های از مناجات و خواجه عبدالله انصار و مولانا را در گوشم زمزمه میکرد و از حافظه سرشار و او اسرار معرفت و راز معنویتی مثنوی را لذت میبردم. کلام الله مجید را نیز از بر کرده بود. هیهات چه انسانی های فرشته صفت منصوبش بالای دار میروند، به عشق ایمان دارند، روحشان شاد باد. این هم بود صحبتی که ما دیروز با جناب روان فرهادی داشتم. دوستای عزیز، چون برنامه چون 1 ساعت بود
و بیشتر از 2 ساعت شد و هنوز هم مطالب ما مانده. ما معذرت میخوایم از دوستایی که خواهش کرده بودیم که اونا تلفن بکنن. فقط در آخرین لحظه ما آخرین نامه‌ای که بدخشی از زندان به فرزندش روان کرده او را خدمت شما میخوانم و این کتاب متاسفانه ماند و که در 30 سالگی شهادتش در نکوداش از 78مین سال روزی تدوین شده بود ناگفته ماند و همچنین کتابی که در تاجیکستان ماند. خب به هر حال ما اگر روزها و ماها و سالها بگوییم شاید حرف باقی مانه. در آخرین بخش ما همین نامه‌ای که بدخشی به عنوان فرزندش روان کرده یک قسمت بسیار کوچکش میخوانم و با شما خداحافظی میکنم. ارجمند عزیزم هارون روزبه، سلام. زندگی پدرت مصادف یک دوره بحران‌ها و انقلاب‌های اجتماعی جامعه و وطن ما بود. خوب او هم نقشی به عهده داشت اینکه چگونه بازی کرد تاریخ و حقیقت قضاوت میکند. همه میتوانید سربلند افتخار کنید. اینکه دشمنان طبقاتی و ملی کشور موقتا چه خواهند گفت یا سکوت میکنند مهم نیست. پدرت یک نسل جوانان وطن را پرورید و بالای نسل خود آینده به اثر نبوده و نیست. کاغذهای پراگنده ام را جمع و حفظ کنید. در هر کدام سخنی و نکته‌ای هست. محصول 30 سال و چند مطالعه با شتاب و تشنگی عمیق به حقیقت است. از طفیلیگری و ظلم دوری کنید و به هر چیز به اندازه استعدادتان دست بزنید. من وطن کوچکم بدخشان را بسیار دوست دارم. فرهنگ ملی و تاریخ آن را بدانید و فراموش نکنید. با اقرا و محبوبه روابط برادری و نکو قایم کنید. جاوید عزیز، انشالله با استعدادی و زندگی دوران شما نکوست. فرهنگ وطن را بدانید، مردم دوست باشید. نیلاب و ولید و آرش جان و آرژیک عزیز، گپ‌های بالا برای شما هست. هر وقت زرده و بدخشان بروید، خویش‌ها را بشناسید. زید عزیز ما بسیار آنجا را دوست داشت. ما مجبور بودیم در راه اجتماع و مردم برویم. اگر به شماها نرسیدیم یا نمیرسیم فردا میبخشید و خوش میشوید که چنین کردیم. البته بنابراین که عرض کردم که زیاد وقت نداریم، ما فقط هم میگم که با این بیتی که بدخشی را به عنوان کسی که خود مثل پروانه سوخت تا ما از تجاربی از او، از داشته‌ها و اندوخته‌های از او استفاده بکنیم و به خاطر راهگشایی از اندیشه‌های از او امروز استفاده شود و جنگ و بدبختی و روزی بدی که در کشور ما هست 40 سال قبل پیش بینی کرده بودی روزگاره امو ختم پیدا کنه. کردم بد خودگوارا تلخی دشنام را، دیدم در عین ناکامی جمال کام را. بله، دشنامایی که داده بودن امروز ما میبینیم که سرانجام تاریخ بدخشی را تبرئه میکنه و او به عنوان یک شخصیت بزرگ و راهگشای بزرگ در میان و حلقات روشنفکرها و مردمای کشور ما در هر قماش و هر گروهی که هستند درخشیده و بدخشی وابسته به سازمانش، وابسته به بدخشان، وابسته به همه مردم افغانستان است. روانش شاد، روحش فردوسی برین میخوایم. تا برنامه دیگر خداوند یار و مددگار شما و شما میتونید برنامه های ما را در کامپیوتر، در گوگل، در جادو و در دیگر چیزا ببینین. شما میتونین با چیزی که در صفحه هست با او تماس بگیرین و برنامه را ببینیم. همچنین برنامه ما روز دوشنبه ساعت 10 بجه نیز تکرار بشه و در یوتیوب نیز گذاشته خواهد شد. روز بر همه شما خوش. از عبدالرحمن جان همچنین سپاسگزار هستم که برای ما وقتی بسیار زیاده که ما پروگرامان 1 ساعت است، برای ما 2 ساعت یادم وقت داد. سپاسگزار هستم از اینا و عبدالرحمن جان هم به خداوند میسپارم. خداوند یار و مددگار شما. نیکوم ستاسو ټولو جوړتیا او روغتیا او خوشحالي د پاکه خدای څخه امیدوار یم چې هر شپه، هر ورځ، هر ساعت، هر دقیقه مو په ډیره خوښي، صحت او موفقیت پر تاسو تیریږي.
قدرمن لیدونکو ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په خدمت کې د یو لږ وخت لپاره د کامرې مخ ته راځم. بیا هم د ټولو ګرانو ورونو او خویندو څخه ډېره مننه کوم چې د ایمیلو د لارې د تلیفونو د لارې زما سره په تماس کې دي او دوی ویلي دي چې پروګرامونه د صدای افغانستان زموږ خوښیږي او زه زموږ د همکارانو څخه ډېره مننه کوم چې لای برنامې زما سره لري او د دوی د برنامې محتویات باعث د خوښۍ د افغانانو په ټوله دنیا ګرځول سوي دي. په جریان کې د نورو پروګرامونو یا د ایمیلې د خوا زما سره په تماس کې دي. غوښتنه یې کړې ده چې پر دغه نوع باندې برنامې تاسو نورې مو مخ